пайдо шид ина муовини раким раис ноҳия хеле бо фахриддин ҳастин архитектор ноҳия аст айна раҳим медонан амиёра ҳазор раҳмат калон алал хусус мардуми муҳоҷир ки бо пули дастгирия нами мардуми маҳалла нами кори амри хайрсай мардуми муҳоҷир мардуми тоҷикистон пули песашона партисан говшона фурӯхтасан обод кардисан дӯстон азиз ببینید این راهوی شما کمتر راهوی پارلمانی که پسته چون که طولی 40-50 سال انم شاهراهی که با مردم خدمت میکنن ثواب اجرش نصیب هر یک نفری ما شما افتخار یک سمنادم وقتی که ما در صدقه جاریه محسوسیم در این بینای آبادی را آبادی میگیم بیاد یک شورا میکنن همه را او را نکنیم نمیشه ممکن یک 4-5 متر در اون زمین و مردک میدرویم هیچی گپ نیست برای بودیه گور خونش نکنید سرشمار اقتصادی ریس شد هر کسی که باشه منفعت خودشان و دیم پاتو که میشه جای پس او رو میکنم بعد از این با گپیس میشه السلام علیکم دوستان عزیز ماه شریف رمضان به هر یک شما مبارک شود. دوستان عزیز نگفتنمون برادران عزیز ما مرکز خدمت رسانی زیارت شاپ در فدراسیون رسینا بهترین انتخاب برای شما کرد. یعنی در ماه شریف رمضان تحفه برای نفرانی که حجامه میگیرن و گیمری توبت میکنن به قرآن تحفه کرده میشود. ان شاء الله که ما روز عادی نداریم، هر روز کار میکنیم از ساعت 8 ساعت تا ساعت 12 شب در خدمت شما. آدرس ما مترو براتسلافسکی، مترو لوبلینو و طرف خیمکی. دوستان عزیز تمام نمودی داروهای گیاهی قرآن و همه نمودی که برای شما در فدراسیون روسیه در کره ان شاء الله که برادرها هم دسترس میکنن، هم میتونه که از دکان ما رفته خطون خریداری کنن. اکه عبدالله جان و قاری محمد اقبال در خدمت شما و دیگر شخصیتایی که در اونجا مسئولن برای بهترین هیجان و گیمری برای شما خدمت میکنن. نمره در روی اکران زنگ زنید. خدا یار و مددگارتون. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. خداوند نگهبان هر یک ما شما باشد. امروز مردم جماعت ظفر، جماعت خراسان، تمام مردم ناحیه فرخور و تمام تاجیکستان خواستند که از رفت کار شما را آگاه کنیم. امروز حضور داریم ما در جماعت ظفر، سرشوی ناحیه فرخور و زیاده از 14 کیلومتر راه را باید سنگفرش و منفرش یعنی انمی شبن اسفالت کنیم. دوستان عزیز این لحظه ببینید گریدریس علاقه کور سر کردگان از سرشوی جماعت ظفر یعنی پست سامانچی درآمدگاه ناحیه فرخور. و همین خاطر دوستان عزیز نو را خوب تماشا کنید، یا لایک کامنت را درک ندارین. بهترین صدقه و صدقات جاریه چون که طولی 40-50 سال انم شاهراهی که با مردم خدمت میکنن ثواب اجرش نصیب هر یک نفری ما شما شد. امروز نو را به خاطر پرتستم که همه مخلصای ما که در کدام روی دنیایی که هستن هر یک نفر میخواین که خیر جاریه ای کیسه ختونه ای دست اختار کنین. مرحمت کارت در روی اکران میبرید 203-92206 به نام رحیم زاده حامدین کارت جماعت ظفر برای آبادانی انمی شاهراه که پول به خاطر انمی جدا شده. هر کسی که همت میکنه خدا برکتش بهتر خوبتر میشه. سلکه گروه را میپرتیم با درجه چکاتون روی خطونه میبینید که کی چقدر مبلغ پرداخته. نگاه کنین رفت کار فقط دستگیری کنین. ان شاء الله دستگیری ایشمو پیشروی ایمو الله جزای خیرتون که هر یک نفری که همه کار دستگیری میکنه. مردم جماعت ظفر خراسان بدروین لایک کامنت را درک ندارین برای آبادانی وطن خدمت. اینا دوستان عزیز الحمدلله کاندنش سر شد. اینا کاندن اسفالت سر شد. جایی که در کره رنخل میکنن میبرنش. قسم به پروردگار رسول الله و الله قسم به پروردگار مولای بنده مومن با واسطه دادن کم نمیشه. عادی نشماریم. بعضی چیزهایی هست که شاید ما عادی میشماریم. شاید که بعضی از روی فقر خودمون یک سم دادن در راه خیر، یک عمل خیر، صدقه جاریه ما و شما شاید که شرط کنیم. والله شرط نیست. افتخار یک سم دادن وقتی که ما در صدقه جاریه محسوسیم در این بینای آبادی را آبادی میگیم بیاد یک سم بدیم. شاید این یکی ما و شما به میلیون ها هم بدل شود. اینا دوستان عزیز اولین کاوشا بور میکنن دعاگو باشن. اینا برای راهی سامانچی خداوند خیرشون و بدرگاهشون قبول کنه. همه کسا دعا کنه بهترین میشه. اولین همه کسا دعا کنه که خداوند رحم و راهی بهترین شود. بیا دوستان عزیز نه اولین رئیس ما رسته باشه ویدیو بهترین میشه. بارداران عزیز برای بار کردن همه در اینجا استفاده.
ولی کارش میکنه айрои виҷдон эмон иҷака бугем ку касе хиёнат наку туғури иш медава уш медава и гапо гапай касе хиёнат наку ба худо ҳам барои хиёнат ҳам та кор осон ясак ҳамаи кора хиёнат кара мешавад лекин ҳар як кас ҳами виҷдонан фикр кунад худоро ҳозир буда дар вақти кор шаед бор кардан шаед фаровардан шаед саршумори ҳисоби рез шаед ҳар касе ки боша манфиати худшаневу фақат ай барои худо фикр кунад ҳамуз бурдагиша ҳисоб кунад саршумоша ҳисоб кунад одам ҳастай майлиш лекин хитам айрои виҷдони худат айрои кам кардани пулам як миқдори ман намегум бепул ҳеч канавара бепул пулша бигла як миқдоре ки барои ободии ҳами ватана ободии кишвара ободии ҳами диёра ина бинай бовои қурбони набуд имрӯз нест ҳамамон қасам ба худо дар навбат мерем фақат як коре кунем ки як кори хайр як кори хуб ай мо шумо монад дастгирӣ кунем иншоалло ки нуру ало нур мешавад. اینا برادران عزیز گریدر یک پکتاب رفت اینا با حوزی به این پکتاب روش میکنم. دوستان عزیز در دوران کاتوکم 100 آفرین یکمشون گاه کار میکنن گرمی و این سبزیجات ریگی دورای قدر میلرزونات و فکر هیچ چیز نمیمونه در دون. اینا ماشاءالله اگه عزیزم تاتیم در حق داغدو باشه برای همه آبادی راه اومدگیم کار نور علی نور رفته فقط دعا بهترین چیز همه برادرها حرکت کنین امروز به خاطر آبادانی این دستم سر بکنیم قوت به تمامی میپرتیم در گروه کار تیزتر شود الله یار مددگارتون اینا این طرف شد دوستان عزیز رفت کاری گریدر اول میخلافت بزنه روز میکنه بعدا گریدر آنم کل هموار میکنه برای بلوز رفتن با بولای عزیز اکار کم میکنه کلی خطاب میزنن راه رفت وقتی که دوستان عزیز میارن هم کلا اول پیش ای گریدر میخلافت رانم که فکر میکنه که گریدر در زون نیا شهرهایی که میبینه بین جماعت زفر و جماعت خراسان هم کل کوری میخلافت میره میگم نه که در یک لحظه میخلافت کلون آوردگی که کار آسان شدگی برای ساز کردن همین راه میگم که با پیش گرفته همو میارن فکر میکنن وقت کوری بچه‌ها فقط در هم شما داغو باشه دستگیر کنید شما بهتری میشه همو آوردگی عینک ریختگی این پتا که میشه جای پس او رو میکنم بعد از این با گی پی اس میشه برای بالای اسفالت پد اسفالت تیار کردن باز فقط راست میکنیم دروشکاش طوری میکنیم ارچه راهروش طوری کنیم بعدا برای اسفالت ما سرزو کردن نیستیم اول خوب تیار کنیم جماعت زفر خراسان بعدا اسفالت خوب بهتر میکنن یک قسمت میگم یک ماشین یک کلون میکنم و بعدا میگم که داریم ترجیح کار رفتن یعنی برادرها در جماعت زفر جماعت این باشه در اقدام اینه که ما در ناحیه فرخار و جماعت زفر جماعت خراسان گرفتیم شخصا میندار خود را به نماینده پیشوای ملت محترم جنرال عمر منصور میرسونیم که در این اقدام بهترین سخنهای جناب عالی را برای ما آماده رسوندن و گفتن که برای آبادانی وطن کوشش کنین همه وقت ما در بر تونیم گوشه از وطن آباد کردن باعث فخر هر یک جوان مرد با این خاطر درباره سخنهای جناب عالی و سخنهای نماینده جناب عالی ما هم راست ایستاده گوشه از وطن آباد کردیم مینداری خود رو به رئیس ناحیه فرخار با تمام مقامات های تاجیکستان میرسونیم که هر نواری را میپرتیم نگاه میکنن تشویقات میبرن دستگیری میکنن و
خورسندم هستن که گوشه از وطن جوانان آباد کردن. چه مایو که یک کاری غیر قانونی میکنن، یک کاری بیزه میکنن، این بهترین کاره که حس وطن دوستی جوان مردا را بیدار کردن. هزار رحمت کلان علل خصوص مردم مهاجر که با پول دستگیری نمی مردم محل نمی پوری امر خیر شدن، مردم مهاجر مردم تاجیکستان پول پیسه‌شون پارتیسن گاوشون فروختن آباد کردن دوستان عزیز. و این خاطر ما هم خرسند و خوشحال هستیم که امروز نگاه کنید در انمیش ساختن و بنیاد راه ما نیز هم گذاریم. ان شاء الله که برای فرزندای ما نبرای ما خدمت میکنه. یک صفت خوب کسیم یک کاری کردیم که ای ما یادآوری مونه هر یک نفر میتونه که نمیخواد در دهه خودش زادگاه خودش گوشه را آباد کنه. باعث فخر انمو فرزندایی که آینده دستگیر پدر و مادر میشوند، باعث فخر انمو میشوند که پدر و مادر ما این راه را ساختن. اللهم احفظنا یا فیاض من جميع البلایا والامراض. پروردگار کنه عمل درگاه و برکتم. الله اکبر. هزار رحمت حضرت. اینا ان شاء الله برای کندن هم اومد دعا دادن. بیاید مردم جماعت ظفر جماعت خراسان امروز روزی تاریخی است در جماعت ظفر جماعت خراسان تمام ناحیه‌های فرخورد ان شاء الله. دوستان عزیز برای آبادی وطن و تاریخ جماعت ظفر جماعت خراسان کندن راه حاجیان یک دعای خیر میکنم. خوبی عزیز یک دعا برای آبادانی وطن عزیز. آمین. الله اکبر. سلامت باشین دوستان عزیز. یک دعای نگید ما ان شاء الله که اولا از جانب خود یک و یک اشتراکی‌های جرا و تمام مردمی که در اینجا سهم گذاشتند یاردن کردن، اولا در این ماه برکت رمضان از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند به یک جایی دعا کنیم. امید کنیم که الله مهربان این کار خیری عمل خیری که امروز دو جماعت با عهده گرفتن تصمیم گرفتن خداوند این را با خیر و خیر برساند. الله مهربان هر نفری که در این ماه مبارک رمضان در این کار خیر صحیح پروردگار در مال در جایشون برکت عطا فرماید. مخصوصا مسئولینی که سهم گذاشتن در اینجا کوشش کردن، مخصوصا محترم گنرال عمر هم که خیلی صحیح در این کار پروردگار و ویرم عمر دراز و برکت و همیشه توفیق کمک کردن یاری رساندن در مردم در دهها نصیب روزی گرداند. الله مهربان دعا کنیم که پروردگار هر چیز زودتر تاجرها و سوداگرهای ما و شما را توفیق کمک کردن نصیب روزی بگرداند. خداوند همین عمل خیر با آخر رساندن برای این ناحیه ما و شما پروردگار را همیشگی بگرداند. سلامت باشید، سلامت باشید، برکت